عامل سوم استبداد و دیکتاتوری بود. بله. به گفته فردی به نام تهرانی از شکنجهگرهای معروف ساواک که حتی کتب مذهبی رو هم اینها جرم میدونستن کسی داشته باشه و شهید آیت الله سعیدی رو به خاطر نوشتن یک اطلاعیه در اعتراض به سفر سرمایه‌داران صهیونیست به ایران دستگیر میکنن، به زندان میندازن و ایشون رو به شهادت میرسونن به شکلی که مسلم میکنن بدن ایشون. بله. عامل چهارم فساد و دین ستیزی از کشف حجاب رضاخانی گرفته تا اوج فساد در دربار شاه، یعنی همسر شاه، مادر شاه، خواهر شاه، دختر شاه، پسر شاه و خود شاه که دیگه حالا کتاب‌های در این خصوص نوشته شده از زبان خود درباریان. مجموعه این اقدامات شما در نظر بگیرید، مجموعه اینها باعث اعتراضات گسترده مردمی و اما بحث عوامل اصلی پیروزی انقلاب که این زمین‌ها شکل گرفت تا عوامل اصلی پیروزی انقلاب ان شاءالله باز خدمتتون در بخش بعد ان شاءالله در خدمتتون خواهیم بود. همچنان شنونده برنامه تعطیل ناپرجام باشید. شعله به آدم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی آتش بیداد تو باقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده ها، کینه تو بر سینه ها تشنه ماتم زده، دزد جهان خار